نحوه باز و بسته دستگاه روغنگیر کالیبر C. دیفرانس دستگاه برمی‌داریم، دستگاه رو روشنش می‌کنیم که گرم بشه، بهش زمان میدیم که المنت دستگاه رو روشن می‌کنیم، بهش زمان میدیم که گرم بشه بتونیم راحت سر جلوی دستگاه رو بازش کنیم. باید برسه 90. الان 18. دستگاه رو ما روشنش کردیم، المنت دستگاه رو روشن کردیم، به دستگاه زمان دادیم که گرم بشه. الان دستگاه ما فقط نیاز داشتیم که گرم بشه به خاطری که دستگاه راحت بتونیم بازش کنیم، قطعات دستگاه رو جدا کنیم. الان دیگه ما نیاز نداریم دستگاه روشن باشه، همین گرم شدنش کافیه. الان دما حدود 90 درجه اومده بالا و دستگاه داغ هست و ما دیگه نیاز به دما نداریم بیاد بالاتر. خاموشش میکنیم، سر جلوی دستگاه المنتشو یه مقدار پیسشو شل کنیم، المنت رو در میاریم. این المنت دستگاه هست، داغ هست، من با دستکش میام. یه دونه پیس هم اینجا هست که این بهتره که موقع باز کردن دستگاه این پیچ باز بشه تو دستگاه نباشه. اینو بهش میگن سیم ترموکوبل. این المنت، این سیم ترموکوبل دستگاه هست. این سیم ترموکوبل یه سنسوری هست که دمای دستگاه رو انتقال میده به نمایشگر که الان دستگاه چه دمایی داره. بعضی مواقع شما میبینید رو نمایشگر دستگاه دما منفی میزنه. اگه این سیم ترموکوبل قطع بشه، اتفاقی بیفته که این سیم ترموکوبل قطع بشه، نمایشگر دما منفی نشون میده. این نشون میده که سیم ترموکوبلمون مشکل داره. برای باز کردن دستگاه، چون دستگاه قبلا تو پرس بوده، اولش یه مقدار سخت هست، یعنی باید با ضربه باز بشه. قطعه‌ای که باز کردیم این توپی دستگاه است. توپی رو بازش کردیم از دهنه ورودی کنزت، از دهنه ورودی دونه با یه پیس گوشتی فشار میاریم، ماردون رو هلش میدیم بیاد جلو. این ماردون دستگاه هست، من الان درش آوردم. یه خاری این قسمت انتهایی ماردون هست، رو بعضی از دستگاه این خاره حالت لق داره، باید حواسمون باشه که این نیفته یه موقع گم بشه. بعضی از دستگاه‌ها بعضی حالا مشتری‌ها تماس میگیرن میگن که دستگاه روشنه ماردون نمیچرخه، یعنی صدای موتور میاد ماردون نمیچرخه. اگه این خار نباشه رو قسمت انتهای ماردون، وقتی که ما دستگاه رو میبندیمش این خار نباشه، باعث میشه که دستگاه موتور روشن باشه، موتور بچرخه ولی ماردون نچرخه. این خار نباشه ماردون نمیچرخه. یه اشتباهی رایجی هم که هست بین معمولا اینایی که روغنگیری انجام میدن، این کنترلی که این قسمت جلوی این دستگاه میاد و حالت حالا واشر داره، اینو فکر میکنن یه واشری بوده داخل دستگاه سوخته، در صورتی که این نیست. این کنترل حالا دونه‌ای بوده که داخل دستگاه روغنگیری شده، این قسمت چون مونده داغ شده حالتی سفت به خودش گرفته. واشری این قسمت نداره که بسوزه یا مستهلک بشه، خراب بشه. ماردون دستگاه رو ما الان کشیدیم بیرون. این دستگاه‌های کالیبر C بهش میگن سیستم چیپسی، یعنی کنترلی که از دستگاه میاد بیرون حالت ورقه مثل چیپسه. ماردون رو خشکش میکنیم با دستمال. قسمت جلوی ماردون یه زاویه‌ای داره که داخل توپی هم شما نگاه کنید، سوراخ توپی دقیقاً زاویه منفی اینه، یعنی این دو تا مکمل هم دیگه هستن. این زاویه وقتی تو هم دیگه قرار میگیره پرس تو دستگاه ایجاد میشه. ما الان این دستگاه رو بازش کردیم که تمیزش کنیم. داخل سیلندر باید تمیز بشه، ماردون خشک بشه و توپی هم تمیز بشه. داخل سیلندر از این قسمتی جلو که نگاه کنید 6 تا شیار داره، 6 تا شیار دور تا دور هست. این شیارها ما بهش میگیم خرد کن، یعنی کنزد یا حالا مواد دونه روغنی که داخل دستگاه ریختی میاد تو این شیارها خورد میشه و میاد جلو میره تو پرس. کنزال وقتی میاد داخل این شیارها حالتی پرس قرص به خودش میگیره، به این حالت میشه. وقتی پرس باشه دستگاه کنزاله اینجوری داخل این کنزاله‌ایه که جلو اون موقع گفتم جلوی خروج اول کار یه موقع دستگاه گیر میفته، این کنزاله نمیذاره کنزاله بعدی بیاد بیرون. این شیارا حتما باید تمیز بشه. معمولا هم کنزاله توش گیر میفته، با یه پیس گوشتی شما بذارید روش یه ضربه بزنید حالت قالبی میفته، این یعنی خودش تمیز میشه خیلی راحت. شیارا دور تا دوره که تمیز کردید، از این قسمت ورودی دونه یه دونه دستمال رد میکنید و به این حالت داخل سیلندر رو تمیز میکنم. میخوام خشک بشه. اگه روغنی چیزی داخل سیلندر هست خشک بشه. داخل سیلندر ما الان از روغن یا هر چی که بود با دستمال تمیزش کردیم، خشکش کردیم. این دستگاه الان تمیز شده و آماده اینه که ببندیمش. برای بستن دستگاه این قسمت خار انتهای ماردون که اون موقع گفتیم، تو قسمت انتهای سیلندر اگه شما نگاه کنید یه قسمت یه شیاری هست که این خاره باید بره داخل اون شیاره قرار بگیره. الان ما باید اون شیار انتهایی رو با روشن کردن دستگاه بیاریمش بالا، یعنی الان
رو قسمت بالا هست، ولی اگه مثلا ببینید الان شیار چرخی باید نگاش کنیم و جوری بچرخونیمش که بیاد بالا، ما بتونیم بذاریمش ماردون رو بذاریم سر جای خودش. اگه الان نگاه کنید این دوباره اومد بالا، سری رو حالت قائم قرار گرفت. توضیح دادیم که این خار باید موقعی که ماردون رو میزنیم جا، خار تو قسمت جای شیار خودش قرار بگیره. الان تو جای خودش قرار گرفت. داخل توپی هم روغن یا کنزاله هرچی هست تمیز بشه و توپی بسته بشه. قبل از اینکه شما این توپی رو ببندید، پشت دستگاه یه پیچ هست که مال تنظیمات دستگاه هست، مال تنظیمات پرس دستگاه هست. بهتره که یه 4-5 دور این پیچ رو شلش کنید. این پیچی هست که مال تنظیمات پرس دستگاه هست. این پیچ رو تو این مرحله بهتره که معمولا با دستم شل و سفت میشه. بهتره که این الان یه 4-5 دور در همین حد شل بشه. پیچ پشت رو شلش کردیم، بعد میایم جلوی دستگاه توپی رو میبندیم. توپی رو میبندیم با آچار چاکنت. این آچاری که مال این دستگاه هست اسمش آچار چاکنته. با این آچار سفتش میکنیم. تو این مرحله اگه دقت کنید ماردون داره لغو میخوره و این حالت طبیعی و نرمال دستگاه هست که این ماردون عقب جلو بشه. میزان عقب جلو شدن این ماردون هم بستگی به شل کردن اون پیچ انتهایی داره که چقدر ما الان اون پیچ رو شلش کردیم، این ماردون چقدر جا داره عقب جلو بشه. دستگاه الان داخل سیلندرش تمیز شد، سنسور دم و سیم ترموکوبلش رو میبندیم. این سیم نیاز نیست، این ترموکوبل نیاز نیست با آچار بسته بشه، در حد 1 دور 2 دور همین فقط وصل بشه به دستگاه، نیاز نیست سفت بشه. آچار بندازیم، این چون یه مقدار جنسش ضعیفه و تو خالی هست زود میشکنه میبره. اینو با دست همین 1-2 دور میبندیمش. المنت رو حتما سفتش کنید وگرنه المنت میسوزه. الان اگه المنت رو حالت شل روشن بشه خیلی سریع المنت میسوزه. المنت دستگاه الان سفت شد و دستگاه آماده اینه که راه اندازی بشه.